دلم گرفته است. غمی عمیق قلبم را می فشارد. انگار که همه غمهای عالم را به قلب من هدیه دادند. در گوشه‌ای ساکت و دنج، دور از چشم همه، سرم را به دیوار تنهایی تکیه دادم. دنیا با همه وسعتش برایم تنگی می کند. سرم را به طرف آسمان بلند می کنم، با رنگ نیلی قشنگش مرا نظاره می کند، اما در نظر من تیره و تار است. خود را بی پناه حس می کنم، نمی دانم به که و به کجا پناه برم. ساعت هاست که در وادی حیرت و سرگردانی غوطه ورم و راهی برای نجات خود نمی یابم. به هر جا که می توانستم سرک کشیدم و به هر که می شناختم دردم را گفتم، اما هیچ کس و هیچ چیز برای من تسکینی نشد و غمم را سبک نکرد. دیگر کسی را نمی شناسم و جایی را سراغ ندارم. گوشه تنهایی را برگزیدم. مرغ فکرم آسمان تفکرات مغشوش و گوناگون را سیر کرده و مرا هر لحظه با خود به گوشه‌ای برده و با فکری تازه روبرو می کند که نمیدانم چگونه از شر آن رهایی یابم. آه، نوایی می شنوم. آیا کسی مرا صدا می زند؟ یا دو دوست حدیث آشناییشان را نجوا می کنند؟ و یا نه، نوایی خوشتر است. به رسالت رسول خاتم شهادت می دهد. صدایش در گوشم طنین انداز می شود. چه نوای خوشی است، چه صدای دلنشینی. به ولایت مولا علی شهادت می دهد. کیست؟ چرا این گونه می گوید؟ به نماز فرا می خواند. آه، این مؤذن است. بر مناره اذان می گوید و مشتاقان را فرا می خواند. بار دیگر به نماز دعوت می کند. پس چرا من نشستم؟ این را از خود می پرسم. از جا بلند می شوم. شاید پناهگاهم را یافته باشم. به راه می افتم. به بهترین اعمال دعوت می کند. قدمهایم را بلندتر بر می دارم و سریعتر حرکت می کنم. روبرویم مسجد و مناره‌هایش جلوه‌گر می شود. چقدر باشکوه است. چقدر اسیر خود بودم. چقدر زندان اسارت خودخواهی تنگ است. چرا خود به اینجا فکر نکرده بودم؟ چرا در جستجوی یار به اینجا سر نزده بودم؟ در این افکار غوطه‌ورم که حوض مسجد را در مقابل خود می‌بینم. ماهی‌های کوچک سرخ رنگ در درون آن به این طرف و آن طرف می‌روند. لحظه‌ای آرام ندارند. گویی آنها هم خود را برای نماز مهیا می‌کنند. دستانم را در درون آب حوض فرو می‌برم. خنکای آن با فضای ملکوتی مسجد آرامشی را در رگ‌هایم جاری می‌سازد و قدری مرا سبک می‌کند. وضو می‌سازم با تجسم اینکه قصد حضور در بارگاه کرا دارم. خود را، جسمم را تطهیر می‌کنم و آلودگی‌ها را از خود می‌زدایم. باید در حضور آن پاکیزه بود. به درون مسجد پا می‌گذارم. حالت ملکوتی مسجد و عطر یاد خدا مرا سبکتر می کند. به نماز قامت می بندم. زبان به حمد و تسبیح ذات لایزال می گشایم. در برابر عظمت بی نهایت پروردگار خضوع کرده به رکوع بندگی می روم. پیشانی خود را عاجزانه بر تربت می نهم و تسبیح علی اعلی را به جا می آورم. دست به دعا بر می دارم و به همه مقربان درگاهش خالصانه سلام می گویم. تکلیف را ادا کردم. از ملکوت معنویت بیرون می آیم و قدم به درون خیابان می گذارم. آه، چقدر سبک شدم. انگار می توانم بال بگشایم و در آسمان ها پرواز کنم. دیگر در درونم غمی جای ندارد. آرامشی وصف ناشدنی و سکوتی لذت بخش قلبم را فتح کرده است. به راستی که یاد خدا آرامش بخش است.